بشینیم بچه بیا یک لحظه ما وقت زیاد چی نمیکنم به خاطر ثواب انشاءالله یک کمترک یک پند نصیحت میکنیم و دعا میکنیم. برادرای عزیز و گرامی، حضرت علی رضی الله عنه که شاید به همه شما این نام شناسید و الله را سپاسگزاری میکنیم که شما ابوبکر را میشناسین، عمر را میشناسین، عثمان را میشناسین، علی را میشناسین. خب از این نفرها آگاهی دارین. الله مهربان از ایشان راضی باشه که اینها یارهای پیامبر نازنین ما بودند. اینها در پهلوی پیامبر نازنین ما بودند. همشون ای پشتاشون بگیم از دویم پشت و سیم پشت و هر کدامش با پیامبر نازنین خیش تباری هم داشتند. و چگونه معلوم است ابوبکر صدیق، حضرت عمر، ابوبکر دخترش عایشه هم در دست پیامبرمون بود. حضرت عمر حفصه دخترشون در دست پیامبرمون بود. اینها بازم آن که یارهای پیامبرمون بودند، نزدیکای پیامبر بودند، گوییم همیشه در پشت حضرت ایستادگی بودند، دفاع از پیامبر میکردند. بازم این با خسور پیامبرمون هم بودند. یعنی دخترای اینها گوییم در نکاحی پیامبر نازنین ما بودند. حضرت عثمان باشد با همراهی حضرت علی یا دامادای پیامبر بودند. اینها داماد بودند که دو دختری پیامبرمون نوبت به نوبت وقتی که اونش گذشت دویمش هم پیامبرمون در نکاح حضرت عثمان در آورد. و حتی دویم دختر هم وقتی که گذشت پیامبر گفت که عثمان اگر دختر سیم هم که می داشتم در نکاح می در آوردم، ولی چی کنم که مقصد دیگر فرزند از ما نیست. حضرت علی هم برادران عزیز گوییم این شوهر فاطمه بود. امام حسن و امام حسین که بسیار معروفیت دارند در مردم ما هم که اگر همی دو بچک تولد شود حتما حسن حسین شون میمونند. اینا نبیرای پیامبر ما بودند و حضرت علی شوهر فاطمه بودند. برادران عزیز، حضرت علی وقتی که سوالش کردن که حضرت گفتن همین واجب چیست و واجبتر چیست، چی را واجب میگن و چی را واجبتر میگن. گفتن سوال دیگر. این حضرت علی را بسیار سوال جواب میکردن، بسیار سوال جواب میکردن. گفتن حضرت سوال دیگر عجیب چیست و عجیبتر چیست. سوال دیگر مشکل چیست و مشکلتر چیست. حضرت علی برادران عزیز ابتدای از جواب کردن. گفتن واجب این است که اطاعتی از الله متعال داشته باشین. این واجبه. واجب همین که هر کسی که دعوا کند که من مسلمانم، من پیروی از دین اسلام دارم، قرآن کتاب من است، محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری من است، واجب همین است که او از الله فرمان برداری کنه. واجب انمین است. گفتن حضرت واجبتر چی؟ او واجبتر همین است که
از الله متعال سرکشی نکنی. این واجب تره. واجبش فرمان برداری کن. واجب ترش همین است که سرکشی نکن. این واجب تره که هیچگاه مقصد از بندگی خودت کنار نگی. بندگی برادران عزیز، این باید یکی از وظیفه های بسیار بسیار ضروری ما باشه که ما باید که حقیقتا بندگی الله را به جا بیاریم. حضرت علی برادر عزیز بسیاری از سخن زیبا هم داره. میگد که فخر من در همین است که من رب دارم. فخر من در همین است که من رب دارم، من آفریدگار دارم، من سرور دارم، من مالک دارم، من رهبر دارم. این فخر مای. ولی در بعضی کارهای دنیوی ما فخر نکنیم که او حضرت گفت فخر من همین است که من رب دارم، من سرور دارم. عزتم در همین است که من همون سرور ما، من همون رب ما بندگی میکنم. این عزت منه. بین عزت چه در بندگی میبینه. میگم مادامی که من همون پروردگار ما که بندگی میکنم، از فرمودهاش که سرکشی نمیکنم، این برای من عزت است. چگونه حضرت عمرم میگد که ما عزت را از دین یافتیم. ببین، یعنی زمانی که این دین آمد، ما این دین قبول کردیم، ما از پشت این دین عزت یافتیم، شرف یافتیم. و حضرت عمر میگد هر کسی که اگر عزت را در غیر دین اگر جستجو کند، هر آینه خار ذلیل می شود. برای همین عزت چه حضرت علی در چی دانست؟ در این که من بنده پروردگارم هستم. برادر، این به خدا قسم بسیار عزتی. خیلی خیلی انسان اگر همین را همچو عزت برای خودش قبول کند، میدونین این حضرت ببینین این گپ چقدر گپی بلندی هست که یعنی عزت من نه مقصد به مال و مای، عزت من نه به خاطر یار و رفیق مای، عزت من نه به خاطر خویش تبار مای، عزت من بر این است که من الله را بندگی میکنم. این عزت من گفت. واجب چی بود است؟ واجب گفت همین است که الله را اطاعت کن. واجب ترش همین که از الله سرکشی نکن. فرمودهای الله مهربان به جان و دل قبول کن. هیچگاه مقصد سرکشی نکن. هیچگاه خود از الله بیگانه نکن. زیرا خدای مهربان برای ما و شما برادرای عزیز برای چی اینقدر منتمان میکنه؟ برای چی میگد که عمل آدم جنت نمیبره؟ حالا ببین پیامبر نازنین ما گفت عملهاتون جنت تو نمیبره. یعنی اگر تو تا آخر عمر تک روزدار باشی، اگر تمام مال تا در راه من صرف کنی، اگر صدها بار حج هم که کنی، این عمل تو را جنت نمیبره، بلکه خدا میگه قرآن دا و این تعد نعمت الله لا تحصوها.
خدا میگه آنقدر نعمت بر تو دادم که ایرا با عبادت عوض کرده نمیشود. من زیاد دادگیم. تصور کن که در یک آدم میره اندک کار میکنی. در یک روز تخمین حساب کن که 2 ساعت کار میکنی و آخری ماه ترا $5,000 معاش میروان من عبادت کردیسم کو. مقصد حقی دادگیشا با عبادتم جوشا پر کسم کو. میگه نمیشود. از این لحاظ مادامی که با این که نشید، یعنی برادرای عزیز، الله بر ما زیاد داده است، بی نهایت بسیار مهربانی زیاد کردگی. از این خاطر ما حدی اقل در عوض همین دادگیش باید که بندگی ما بکنیم، ولی عمل آدم جنت نمیبرد. بعد پیامبر گفت خب چی میشود بعد حالی ما؟ گفت رحمت الله شما را جنت میبرد، نه عمل هاتون. زیرا که خداوند برای شما زیادی بد داده است. ما رنگ قرض داریم از الله مهربان، ولی رحمتش وقتی که ما را جنت میبرد این امکان دارد، ولی عمل جنت تا نمیبرد. و این معنی را ندارد که شما دیگه عمل نکنید. فقط عمل برای انسان در جنت، هر یک آدم موافق عملش در جنت با احترامش دیگره. آدمی هست که مثال هر شب تهجد میخونه، آدمی هست که تهجد تماما تا مردنش نخونده، آدمی هست که دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیره، آدمی هست تماما نمیگیره. اینها مقصد در جنت هم هر دوش یک مقام ندارن. اگر جنت هم که رود، ولی برای آدمی که مهنتش در دنیا زیادتر بود، چیزی که شاعر میگه هر کی را سعی قدم بیشتر، به درگاه حق منزلش بیشتر. کسی را حرکتش زیادتره، بندگیش زیادتره، عبادتش زیادتره، پیش خداوند با قرب او بلندتره. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی، ما در برابری که الله مهربان اینقدر ما را داده است، ولی فقط اگر من از یک خوردنی ها و یک پوشیدنی هاش این نعمت هایی که مثال در جسم ما و شما هست. میگه یک نفر پیش یک عالم آمد و گفت که بی نهایت مقصد به شرایطم کم بزاعتم، بسیار احوالم بدای، بسیار میگه همین مقصد بیانی از فقر از ناداری کرد. میگه این عالم همین که گفتش که راضی هستی که همین زبانت کار نکنه گنگ باشی و $10,000 داشته باشی؟ گفت نه. گفت راضی هستی که گوشات نشنود $10,000 دیگه داشته باشی؟ گفت نه راضی نیستم. گفت راضی هستی که نمی خوراک بخری مزهش نفهمی؟ یکی $10,000 داشته باشی؟ گفت نه راضی نیستم. گفت راضی هستی که نمی بورا نفهمی؟ یکی $10,000 داشته باشی؟ گفت نه. گفت بدبختی نخدش $50,000 شد. این اگر بگیری گفت خودش $50,000 شد. یک مثال ببین، یک چیزی را که اگر خدا ایما بگیره با $10,000 با $100,000 باور که امکانیت داشته باشیم، ما راضیم که خدای مهربان مقصد همو حالت برقرار کنه و 1000 نوبت همین مبلغ. هارون الرشید حکایه میکنن، میگه هارون الرشید یک نفر مرد خلیفه بود. وقتی یک نفر دانشمند پیشش در آمد، میگه هارون الرشید در یک پیاله همونجا آب بوده است. همون دانشمند گفت بخشش حضرت گفت همون آب بتیم. میگه دانشمند گرفت و به هر حال دانشمندها برادرای عزیز تاثیرشون در جامعه زیاده. میگه خیلی گرفت و
گفت که حضرت علی دست دنم اتمشو یک سوالت بتون. گفت چی سوال؟ گفت اگر حاضر همین قد تشنه باشی که بسیار احتیاجی به همین پیاله آب داشته باشی، اگر من در همینجا شرط مانم که همین آب با شرط میتمد که نیمی دولت هم میتیم، راضی میشه؟ گو راضی میشم. راضی میشم که برای تشنگیم از بین رفتن نصف دولت من میتمد. میگه دادش. بعد از آن میگه گویا سوال دیگه دارم. چی سوال؟ اگر همین آبی که نوشیدی با طریق پیشاب بیرون نبراید، بگیم رس بگیره نشود، یک طبیب بیاود بگه حضرت نصف دولت تبتیم، ما طبابتت میکنم این آب بیرون میبراید، راضی میشه؟ خیلی جان تنگی کنه. چرا؟ گفت میتونش. بعد گفت چرا این خیلی سوال کردی سه مرا؟ گفت برای اون سوالت کردم که حضرت بدون که بین نصف دولت تا برای پیاله مرا دادی، نصف دولت دیگه تا با یک پیاله او کس دادی، با یک پیاله او گفت تمام دولت تا مرا بخشیدی. یعنی یک نعمت او برادر عزیز. برای همین خدای مهربان ما را بسیار ایرا هر یک آدم باید که ایستاده و اعتراف کنه که خداوند برای ما بسیار نعمت ها داده به خدا. اگر الله را ما در عوض همین دادگیاش ناسپاسی کنیم، یعنی راضیگیش در چی بوده است؟ در همین که من را اطاعت کن، از ما سرکشی نکن. این انصافه که ما را اطاعت کنیم. خدا رحمت کنه مولوی جنونی را در همین منطقه ما و شما خوبه که تپه سمرقندی اگر چند زاده قندهار رای حضرت میگه درون پرده های تنگ و تاریک شکم مادر میگه درون پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و ریزقت کرد نزدیک. در همون درونی همون پرده های تنگ و تاریک با طریقی بگیم همون رودکی که ای نافی مادر به نافی تو پیوست بود، از همونجا تر غذا میداد، در داخل همون شکم تر پرورش کرد. رسانیدت به این حدی کلانی، چی کردی بندگی ای تو فلانی؟ تر از او داخل با بیرونت کرد. بین به حدی کلانی رسانیدت. اکا کو تو اخباراته تو چی بندگی کردی الله را؟ برای همین برادران عزیز و گرامی هیچگاه خالق ما را فراموش نکنیم. در کدام حالت باشیم نباشیم برادرای عزیز با خدا باشیم. الله را همیشه سپاسگزاری کنیم، تشکر کنیم که خدای مهربان حقیقتا تو مهربانی. یکم گفت سوال حضرت دادن واجب چی بود و واجب تر چی بود؟ حضرت جواب گفت. گفت عجیب چیز و عجیب تر چیز. گفت عجیبش همین دنیا های. عجیبش گفت اگر خوب اندیشه کنین همین دنیا خودش گفت عجیبه. نه که عجیب ترش همینه که خدای مهربان میگد که همین دنیا فریبگره، مبادای همین فریب تا نکنه شما با در فریب همین دنیا میزنید. عجیب ترش همین. میدونه که حقیقتا همین مقصد بسیار یک دنیایی هست که انسان ها را بسیار فریب میکنه، بسیار به خودش مقصد یک قوه کشیش داره، به همین خودش مشغول میکنه و تماما دیگر مهمتر که شناسایی الله و اطاعت دیگر این هم فراموش میکنی. و عجیب ترش همینه. و در قصه میارد میگه حضرت عیسی دعا کرد که خدایا امکان داره که همین غزالی در کتاب احیاء العلومش میاره امکان داره که همین دنیا را من یک بار در صورت خودش بینم. میگه آوردش یک صورت یک آدمی کمپیری به نوری خنک
بعد میگه حضرت عیسی پرسیدش که دنیا تویی؟ گفت منو. گفت چند شوهر داری؟ اکرم اونایی که عاشقای همینن دنبال همیدن که شوهرشان چند شوهر داری؟ گفت حساب نداره، حساب نداره. گفت همیو را طلاقشون میکنی یا میکشیشون؟ گفت میکشمشون، من یو را طلاق نمیکنم. بعد میگه حضرت عیسی گفت تعجب میکنم یک زنی را که همه میدونه که شوهر کشه، این شوهر حتما میکشه، با همین را نکاح کرده میگیره. گفت من تعجب میکنم در همین. یعنی حضرت علی هم گفت که عجیب همین دنیاست و همین دنیا فریب میکنه. مقصد هش و گوش به خودش میگیره ولی از درس اساسی که او باید از این مقصد پیروی میکرد، باید همیشه مقصد پایبندی دینش میشید، عبادتش میشید، بالکل ایره از ذهنش دور میکنه. انای آدما در فریب انامین دنیا افتیدن. سیم سوالش چی بود؟ مشکل چیست و مشکل تر چیست؟ گفت مشکلش گفت همین کبره. وقتی آدم تکبر باشه، وقتی آدم بسیار ناپسند می شود. بین این بسیار خصلت رذیله برادر عزیز. خواه در هر نفری که نباشد، خواه از اهل علم دینی ای، خواه غیر دینی ای، خواه ای کدام طبقه نباشد، وقتی در او اگر تکبری جا میگیره، این بسیار خصلت رذیله ای. باور کنیم برادر عزیز، ایمی ویروسی که ما میترسیم امروز که در ما داخل نشود، دهنبند داریم و دستکشک داریم و صد نمود آب میزنیم، این ویروس دا انمی ویروسی کبر گنده ای. میگه رومی یک شعر داره، میگه فقر سخت است، بین از فقیری سخت‌تر. روزی سرد و کبر سخت است، از فقیری سخت‌تر. میگه ای فقیری دا کبر گنده. میگه مردم بگه اگر فقیری بسیار سخته، من میگم کبر سخته. کبر سخت است، از فقیری سخت‌تر، روزی سرد و خانه سرد و جامه تر. میگه چه خیلی احساس میکنی که بیرون مینوس هوای، درون خانه مینوس هوای، با جامه تر. همه حالت میگه که چه خیلی احساس میکنی. یعنی حالتی تو در میگه کبر گنده. این بسیار برای همین خدای مهربان گفت که الکبریاء ردایی والعظمت ازاری. کبر، عزت، یعنی همه اینها گفت خداوند این ازار و کرته منه، این فقط حق منه. کسی اگر این کرته و ازار من را میپوشد، او را من سرنگون در جهنم میپرتم. برای همین برادر عزیز گفت که مشکل گفت چی بده؟ مشکل کبره. مشکل ترش گفت وقتی آدم ای دنیا میم بره و دستی خالی خانه قبر میروه. این مشکل تره گفت. اشاره منم برادرها که ما در یک محفل مصیبت که اشتراک داریم، مقصد منم همین بود که این مادر اولین آدمی نیست که دنیا گذشته باشد. خدا قرآن دا میگه کل من علیها فان، همه شما نابود میشین، همه تون. هر کسی که در این دنیا ارزی وجود داره، این دنیا را پدرود میگه. شاعر میگه هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. بجز خدا برادر عزیز هیچ کدام ما در این دنیا باقی نمیمونه. برای همین حضرت موسی را خدا چی گفت؟ یا موسی الفقر من الحسنات
هو الموت الاکبر. گو موسی وقتی تو دستی خالی پیش من میای کو، وقتی تو بندگی نداری، این مرگ کلان گفت این است، اونه که جان تا گرفتم اون نیست. مرگ کلان همینه که تو خانه آخرت دستی خالی آمدی، به بندگی آمدی، شرمنده آمدی، خجالت آمدی. این مرگ بزرگ است گفت. اینه که جان تا گرفتم، اینا مرگ نمیگن گفت، انا مرگ، انا مشکلات گفت. برای همین شاعرها میگن مرده آن نیست که گور و چوبت سازن، رهگم زدن در زندگانی مرگ است. یکی میبرن کفنت میکنن و میشوانه تو قبرده میبرن، گفتی را شما مرده نگین. در زندگی آدم وقتی رهگم میزند، غافل میشود، گمراه میشود، گو مرگ اینه. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، از الله مهربان انشاءالله گمانم همین است که بعد شنیدن این سخنها خدای مهربان با توفیق هامون زیاد کنه، مایل هامون به سوی دین زیاد کنه. حالا ببینین ای وقتش تاجیکی ما یک گپ داشت، میگو همه کار پشیمانی داره، لیکن روزه و نماز پشیمانی نداره. در هر یک کار آدم پشیمانی میخوره، لیکن در عبادت پشیمان نمیشه که چرا من عبادت کردم، چرا من خدا را پرستش کردم، در این پشیمان نمیشه. برای همین کاری که این دادرای عزیز، برادرای عزیز، زمانها را ببینید چقدر زمانها آمده است. هر یک لحظه ما را از همین قید حیات بردن امکان داره، ولی زمانی که اگر من تیار باشم، ولی ببینید من آمادگی ما دارم، چکلی که نازل من پگان نیتی سفر دارم، الکی چمدان تیار کردیه، چیزاکام هم مشه تیار کردم، چیزای سفرم آماده ای. انا همین خیلی باید چمدان عملی سالمم باید تیار باشه که همین زمانم که آمد گرفت هیچ وقت نگم که هی دیر کردیم، هی پشیمان شدیم. باید تیاریم همین خیلی که همین جان گرفت، سونکه همون عملی سالم بگیرم و راست خانه قبر برم. بازم خدای مهربان مادر رحمت و مغفرت کنه و خدای مهربان خاتمه مونو بخیر کنه، میل مونو، اخلاص مونو، محبت مونو با بسوی دین خدا زیاد گردونه. الحال انشاءالله قاری جان با یگان آیت با یگان غزلی برای ما شما میخونه و بعد خدا خواه من در اخیر دعا میکنم.